الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. اسم الله بزرگترین، معروفترین و یگانه اسمی که الله تبارک و تعالی آن را به ذات اقدس خود تخصیص داده و اولین اسمی که سایر اسمای زیبای الله به همین اسم اعظم الله حیثیت و صفت آن را دارند. الله اسم علم ذات رب العالمین است. اسم الله در رأس اسماء الحسنی و به تعداد 2724 بار در قرآن کریم ذکر شده است. اسم الله مخصوص ذات الله جل جلاله است. شعار ایمان و کلید داخل شدن در دایره توحید همین اسم اعظم الله است. در ذکر و دعای بنده به بارگاه پروردگار بلندترین مقام به همین اسم الله تعلق دارد و مفهوم آن یگانه معبود به حق و تنها مستحق عبادت است.